जिनकी अल्लाह जिनकी अल्लाह बेहम्द करता है, जिनकी अल्लाह बेहम्द करता है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना हर ज़माना हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो वज़न बात बखूनी वज़न बस हमें ये आलम हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने। खा के रोटी खा के रोटी फरिश्ते कहने लगे, खा के रोटी फरिश्ते कहने लगे, ये तो खाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हमें ये आलम भरो हुसैन, हमें 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 ये आलम भरो हुसैन, हमें ये आलम भरो हुसैन हमें ये आलम भरो हुसैन खा के रोटी खा के रोटी फरिश्ते कहने लगे, ये तो खाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम हमें बेजान हमें ये आलम हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने। घर में रखी है मजलिसे शबीर, घर में रखी है मजलिसे शबीर, आना जाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हमें ये आलम भरो हुसैन, हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हमें ये आलम भरो हुसैन मने। घर में रखी घर में रखी है मजलिसे शबीर, आना जाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हमें ये आलम भरो हुसैन, چقدر قشنگ میگی بگو हमें ये आलम भरो हुसैन मने, به به हमें ये आलम भरो हुसैन मने, हमें ये आलम भरो हुसैन मने, همه ی عالم باریکلا باریکلا آفرین آفرین آفرین
سید اوسجه زیدی پاکستانی ایران هم رفته آمده. آقا سلام علیکم. خیلی خوشم. ماشاءالله ماشاءالله طیب الله انفاسکم. خیلی قشنگ. من کلا به شخصه این لحن و این مدل به قول معروف پاکستانی خونی خیلی دوست دارم و به نظر من که خیلی عالی بود و به نظر من بیشتر باید آقای رسولی، چون ایشون یه چند هفتیش یه سفری داشتن به پاکستان. فکر میکنم اگر ایشون صحبت بکنن خیلی اون تو فضای مجازی تصاویری اومد. آقای رسولی چقدر استقبال جذاب بود از شما به عنوان یک ذاکر اهل بیت، رفتی تو جمع شیعیان پاکستان، چه شوری بود، چیه قصه؟ حاج احمد آقا، من واقعیتش بخوام واقع کلام و اصل کلام رو عرض کنم، این استقبال از مثلا این که فرمودید حقیر نبود. من اینجوری باید ماجرا رو مطرح بکنم که اصلا مردم غیور پاکستان، مردم ولایی پاکستان، اولا به شدت شیعیان پر احساس و پرشوری، پر حرارتی. دومیش اینه که به شدت به خاندان اهل بیت ارادتشون ویژه است و ابراز این ارادت ویژه است و همچنین به انقلاب اسلامی. حالا که شما فرمودید اگر ببینید تو همون فیلم هایی که اومد بیرون، سرودهای انقلاب ما رو اونها چقدر زیبا، چون تقریبا ایام دهه فجر هم بود که ما توفیق شد رفتیم برای دستبوسیشون، به شدت ارادتشون به انقلاب. حالا خدا میدونه که ما که توهم نداریم و دستگاه محاسباتیمون ما جا سعی میکنیم هر روز صبح چک بکنیم. اون شعارهایی که اونها نسبت به مقام عظمای ولایت حضرت آقا میدادن یا برای انقلاب اسلامی، اینا محبتشون به این مسیر و به این خطه. من برام جزو زیباترین و بیادماندترین سفرهای عمرم بود. سرودای ما رو همه حفظ بودن، سرودای انقلابی ما رو. بله، هم سرودا رو حفظن، هم مداحیای ما رو خیلی ها حفظن. مثلا شاید خیلی از کارهای حاج آقا رضا رو حالا ایشون بتونه بگه، من زیارتشو نکرده بودم البته تو پاکستانی بزرگوار، اما شاید ایشون شهادت بتونن بدن که خیلی از کارهای مثلا حاج آقا محمود کریمی یا آرزا یا رفقای دیگر پیش از اینکه حالا ببخشید تو کلامتون حاج آقا اینا صحبت بفرمایید، من یه نکته رو عرض کنم. من احساس میکنم که شیعیان پاکستان بالاخص خیلی هزینه دادن برای عشق به اهل بیت، زیاد هزینه دادن. برای همین قدر اونجوری که باید قدر مجالس اهل بیت رو میدونن. شما اگر در محرم مشرف بشین، حالا کربلا یا در حالا طول سال، نوع عزاداری مردم پاکستان، نوع ارادتشون واقعا منحصر به فرده، چون هزینه دادن واسه این عشقشون، بابت این عشقشون. و این فکر یکی از بحثایی که حاجا این دوستان برای آمدن به اربعین، خواهش همین از این فرصت استفاده کنیم. این شیعیان واقعا یه خدا توفیق به ما داده که ما میزبان اینهاییم، یعنی شاید ما ایرانی همه جا مهمان و زائریم تو اربعین. یه قسمتی که ما میتونیم ما هم جزو خدام اربعین باشیم جدا، از این مرز میرجاوه تا غرب کشورمونه که حالا میشه مرز مهران، مرز شلمچه، نمیدونم شما بیشتر از کدوم مرز میرن. این مسیر اربعینی امام حسین یه مقدار که گسترده است به همه، به اندازه همه کائنات،
رو تعین و شهودیش هم انشالله بکشیم تا کشور خودمون. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی آدم وقتی از این مرز میره بیرون، حالا لازم هم نیست رفته باشید، بالاخره گزارشات مصوری میرسه به دست ما و انسان میبینه که اونها خیلی نسبت به انقلاب، نسبت به آقا، نسبت به هر اون چیزی که تجلی و نمود شیعه در روزگار حاضره هزاران برابر از ما ارادتشون بیشتره و ما باید یاد بگیریم و به اینا برسیم. انقلاب صادر شد، انقلاب منتشر شد، اما خیلی از کسانی که این رشحات و لمعات بهشون رسیده ما رو جا گذاشتن، ما الان از ما جلوترن. حالا این رسولی رفته اونجا دیده، حالا این هیجاناتی که آقایون گفتن، آقای واعظی گفت و آقای هلالی گفت و اون شور رو دیدید دیگه، سینه زدنشون اصلا همه چیشون یه ته قصه واقعا. سینه زنیشون، زنجیر زنیشون، یعنی همه چون ته همه چی رو برای امام حسین گذاشتن. ماشاءالله. حاج احمد آقای واعظی بفرمایید. خیلی خوب، خیلی ماشاءالله، هم صدا خوب هم خوش. چه لباس خوشگلی دارین. اسم این پالتوش چیه؟ پالتو کت این چی میگین شما بهش؟ تو پاکستانی تو زبان اردو بهش میگن شیروانی. شیروانی. منم شیروانی میخوام. خیلی زیباست. خیلی خوبه، خیلی قشنگه، نه بهش هم میاد ماشاءالله، خودش هم خوشتیپ ماشاءالله. خیلی من یه بیت متشکرم. از مرحوم مؤید تقدیم کنم به شما به نیابت مردم پاکستان. میگه که گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به روضه رضوان نمیدهم. هر زمان مهر حسین گره، همه عالم برا حسین منه، همه عالم برا حسین منه. یه بار دیگه بهتر. همه عالم برا حسین منه، همه عالم برا حاجی ادامه بدیم یه خورده. گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به روضه رضوان نمیدهند. هر زمان میره حسین گره، همه عالم برا حسین منه، جانم همه عالم برا حسین منه، علی مدد عالم برا حسین منه. دنیا کاه امیر علی، احمد کاه وزیر علی، محور قدیر علی، یا مرتضی علی، علی علی یا مرتضی علی، علی علی. نام علی رونق ازانه، نام علی رونق ازانه، هر غلام و مسلمانه. علی 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 یا علی یا علی، علی 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 یا علی یا علی. افتخارش ماشاءالله. ماشاءالله. آقا همه اردو زبان. ماشاءالله ماشاءالله. آقا خیلی ما جذاب. لهجه شما رو خیلی دوست داریم. سلام ما رو هم به خواننده این ها و آقای عاشقای واعظی پاکستان برسونید. هنری داره، همه فشنگی به تفنگش می‌کنه. هر کی اومد اینجا هر کاری کرد. آره خلاصه یه پرده از اون بالاتر شاهی واعظی پیاده کرد. امیدواریم خدا این کهنکسوتان و پیشقرابلان رفیقای عزیز منده بابا. آره سلسله عشق و واسه هممون نگه داره. دیگه این آقای واعظی هم دیگه چکیده همه کسایی که ما دیدیم. خدا ایشالله باطن امیرالمومنین برای همه ما خدا همه نگه نوکران خدا شما رو سلامتی بده. زنده باشید، مبارک باشید این روزهای قشنگ. یه دست خوشگل افتخار مهمانه. ماشاءالله. آقا بذار تشریف بیارن، ما
دوستان اینجا گل گذاشتن، میخوایم گل بارون کنیم به نیابت مردم پاکستان، به افتخار مردم پاکستان.